تا حالا به این فکر کردین که چند درصد از کارهای روزانه‌تون رو واقعاً آگاهانه انجام میدید؟ امروز با هم می‌خوایم یه سفری داشته باشیم به دنیای شگفت‌انگیز عادت‌ها و بفهمیم مغزمون چطوری روی حالت خلبان خودکار کار می‌کنه و چرا تغییر دادنش انقدر سخته. راستش این سوالیه که فکر کنم هممون یه جورایی باش دست و پنجه نرم کردیم. جوابش یه جای عمیق توی مغزمون پنهان شده. توی یه سیستمی که طراحی شده تا کارآمد باشه، نه لزوماً برای اینکه ما رو خوشحال کنه. خب، بیایید با یه آمار تکون دهنده شروع کنیم. تحقیقات خانم وندی وود نشون میده که نزدیک به 45% از کارهای روزانه ما اصلاً انتخاب‌های آگاهانه نیستن، بلکه عادتن. بله، درست شنیدید. تقریباً نصف زندگیتون رو خلبان خودکار داره هدایت میکنه. خب، حالا که اینو گفتیم، اصلا عادت دقیقاً یعنی چی؟ ببینید، از نظر علمی یه عادت 3 ویژگی اصلی داره. اول اینکه اتوماتیکه، دوم اینکه معمولاً توی شرایط خاصی تکرار میشه و از همه مهمتر توسط بخش ناخودآگاه مغز کنترل میشه. دقیقاً به خاطر همینه که گاهی یه کاری رو انجام میدیم و بعدش میگیم من اصلا حواسم نبود. نکته خیلی جالبش اینه که همه عادتهای ما از جویدن ناخن گرفته تا ورزش صبحگاهی همشون بدون استثنا از یه الگوی خیلی ساده 3 مرحله‌ای پیروی میکنن. بیایید با همین حلقه رو باز کنیم ببینیم توش چیه. این حلقه 3 بخش داره. بخش اول سرنخ یا همون جرقه است. مثلا صدای نوتیفیکیشن گوشیتون. بخش دوم رفتاره، یعنی همون کاری که میکنید. گوشی رو برمی‌دارید و چک می‌کنید. و آخرش هم میرسیم به پاداش که میتونه دیدن یه پیام جدید یا یه لایک باشه. اما این پاداش فقط یه حس خوب ساده نیستا، یه اتفاق شیمیایی واقعی تو مغزتونه. مغزتون یه کوچولو دوپامین آزاد میکنه، یه جورایی انگار به خودش میگه آفرین این کارو دوباره انجام بده. و همین باعث میشه این حلقه هر بار که تکرار میشه قوی و قوی‌تر بشه. خیلی خوب، تا اینجا مدل روانشناسی ماجرا رو بیدیم. حالا وقتشه بریم سراغ سخت افزار. یعنی ببینیم واقعاً توی سیمکشی مغزمون چه خبره که انقدر عاشق ساختن این چرخهای اتوماتیکیه. این آمار واقعاً جالبه. ببینید، مغز ما فقط حدود 2% از وزن بدنمونه، ولی 20% کل انرژی بدن رو یک تنه مصرف میکنه. این یعنی یه مصرف کننده فوق‌العاده پرخوره. برای همینم بزرگترین دغدغش اینه که تا جایی که میتونه در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنه. و اینجاست که عادت‌ها وارد بازی میشن. عادت‌ها در واقع ترفند هوشمندانه مغز برای صرفه‌جویی تو انرژیه. مغز میگه به جای اینکه هر دفعه برای یه کار تکراری کلی انرژی بسوزونم و یه مسیر عصبی جدید و پرپیچ و خم رو طی کنم، میام یه اتوبان صاف و سری براش میسازم. وقتی شما یه کاری رو هی تکرار میکنید، یه اتفاق جالب تو مغزتون میفته. یه لایه چربی به اسم میلین میاد و اون مسیر عصبی رو عایق بندی میکنه. این عایق بندی باعث میشه سیگنال‌های عصبی با سرعت برق و با مصرف انرژی خیلی خیلی کمتر منتقل بشن. در واقع اون کوره راه ضعیف اولیه تبدیل میشه به یه اتوبان 6 بانده. پس فرمولش اینه: تکرار به علاوه میلین مساویه با یه خلبان خودکار کم مصرف. و اینو یادتون باشه، برای مغزتون اصلا فرقی نمیکنه این عادت خوبه یا بد. اون فقط دنبال کارایی و صرفه‌جوییه. و این دقیقاً همون دلیلیه که شروع یه عادت جدید، مثلا باشگاه رفتن یا یاد گرفتن یه زبان جدید، اولش انقدر سخته. مغز شما داره با تمام وجود در برابر این هزینه بالای انرژی برای ساختن یه اتوبان جدید مقاومت میکنه. انگار داره بهتون میگه ولش کن، سخته. خب، تا اینجای کار همش تئوری بود. حالا وقتشه ببینیم این خلبان خودکار تو دنیای واقعی چقدر قدرتمنده. چند تا آزمایش خیلی معروف هست که این قضیه رو به شکل فوق‌العاده‌ای بهمون نشون میده. توی یه آزمایش خیلی معروف، محقق‌ها رفتن توی سینما و به مردم 2 نوع پاپکورن دادن. یکی تازه و خوشمزه، یکی دیگه کهنه و بدمزه. نتیجه واقعاً باور نکردنی بود. اونایی که عادت داشتن همیشه تو سینما پاپکورن بخورن، تقریباً به یه اندازه از هر دوتاش خوردن. اصلاً انگار متوجه مزه بد اون یکی نشدن، چون رفتارشون کاملا اتوماتیک بود. ولی اونایی که عادت نداشتن به پاپکورن کهنه لب نزدن.
این آزمایش یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. یعنی این رفتار اتوماتیک همیشه فعاله یا به چیز دیگه‌ای هم بستگی داره؟ اینجا بود که محقق‌ها یه کار جالب کردن. همون آزمایش رو برداشتن بردن توی اتاق جلسه. یعنی جایی که هیچ کس عادت نداره پاپ کورن بخوره. و چی شد؟ همه چیز عوض شد. حتی اون آدمای عادت کرده هم دیگه حاضر نشدن به پاپ کورن کهنه دست بزنن. این آزمایش به شکل فوق‌العاده‌ای نشون میده که عادتهای ما چقدر به اون سرنخ یا محیط اطرافشون وابسته‌اند. حالا بریم سراغ یه پدیده روانشناسی خیلی قدرتمند دیده. چیزی که بهش میگن اثر دیگه چه فایده‌ای داره و نشون میده مغز چطور ما رو از کارهای سخت و پر انرژی دور میکنه. توی این آزمایش محققای عده رو که رژیم داشتن و آوردن و به یه گروهشون به زور یه میلکشیک پرکالری دادن. خب آدم با خودش فکر میکنه اینا که رژیمشون شکسته و کلی کالری گرفتن بعدش باید کمتر بستنی بخورن، درسته؟ اما در کمال تعجب دقیقاً برعکس شد. اونایی که میلکشیک خورده بودن خیلی بیشتر از گروه دیگه بستنی خوردن. چرا همچین اتفاقی میفته؟ چون رژیم گرفتن برای مغز یه کار خیلی سخت و پر انرژیه. به محض اینکه اون قانون اولیه من رژیمم شکسته میشه، مغز یه بهونه عالی پیدا میکنه که بگه ای بابا دیگه چه فایده‌ای داره، ولش کن، و سریع برمیگرده به مسیر راحت‌تر که همون خوردن بستنیه. این دقیقاً همون حسیه که وقتی یه روز درس نمیخونیم میگیم کل هفته رو بیخیال شیم. خب حالا که همه این تیکه‌های پازل رو کنار هم گذاشتیم، به یه سوال خیلی اساسی میرسیم. یه سوال که به خود هویت ما ربط داره. پس بیایید یه جمع‌بندی سریع بکنیم. اول اینکه تقریباً نصف زندگی ما رو عادت‌های ناخودآگاه می‌گردونن. دوم، این عادت‌ها استراتژی مغز برای صرفه‌جویی تو ارزشمندترین منبعش، یعنی انرژیه. سوم، همشون با یه حلقه ساده سرنخ، رفتار، پاداش ساخته میشن. و چهارم، محیط اطراف ما بزرگترین ماشه این رفتارهای اتوماتیکه. و همه اینها ما رو با یه سوال نهایی و خیلی مهم تنها میذاره. اگه 45% از زندگی شما روی حالت اتوماتیکه، پس خلبان واقعاً کیه؟ درک کردن این سیستم اولین قدم برای اینه که شما بتونید فرمون زندگی خودتون رو به دست بگیرید.